تو اپیزود قبل قهرمان و ضد قهرمان رو به عنوان دو تا از ماژول‌ها یا بخش‌های داستان برند شناختیم و مثال‌هایی هم ازشون مرور کردیم. حالا تو این اپیزود می‌خوایم بریم سراغ بخش بعدی، یعنی شخصیت راهنما توی داستان برند. وقتی قهرمان داستان دچار مشکل میشه، اینو به خاطر داشته باشید که اگه خودش به تنهایی مشکلش رو حل کنه، برای مخاطبتون کمتر قابل باور میشه و از همزادپنداری او با داستان که هدف اصلی ماست کم میکنه. و از طرفی هم اگه قهرمان میتونست تمام مشکلاتش رو خودش حل کنه که اصلا به درد سر نمیافتاد. واسه همین داستان برند شما نیاز داره یک راهنما داشته باشه که قهرمان رو به سمت موفقیت هدایت راهنمایی کنه و اون راهنما شما هستین. این راهنمایی باید از جنس حرفهایی باشه که مثلا پدر و مادر به بچهشون میگن یا یک مربی مثلا درباره اهمیت تلاش به ورزشکارانش میگه، یعنی فقط نشون دادن راه از چاه. نکته خیلی مهم اینه که حواستون باشه نقش راهنما نباید از نقش قهرمان پررنگ‌تر بشه. یه اشتباه بزرگ اینه که نقش قهرمان رو تحت شعاع نقش راهنما قرار بدین و همین نکته باعث میشه داستانتون دیگه برای مخاطب جذابیت نداشته باشه. خب، راهنما باید یه ماهیت حامی، دانا و قابل اعتماد داشته باشه که قهرمان رو به سمت پیروزی و موفقیت هدایت میکنه. حالا این راهنما که شخصیت قوی و در عین حال خارج از کانون توجه داره، باید دو تا ویژگی داشته باشه. یکی این که با قهرمان داستان همدلی داشته باشه و درکش کنه و دو این که اقتدار داشته باشه. وقتی همدلی کنین با قهرمان، او میبینه که درک شده و شما از عمق درد و مشکل او آگاهین و اعتماد دو طرفه شکل میگیره. آپرا وینفری میگه همه انسان‌ها 3 نیاز خیلی مهم دارن: دیده شدن، شنیده شدن و درک شدن. و شما با نشون دادن همدلی با قهرمان داستان دقیقاً دارین همین 3 ویژگی رو انجام میدین، همین 3 کار رو دارین انجام میدین. ویژگی کلیدی دیگه اقتدار راهنماست. ولی برای نشون دادن اقتدار نباید به هیچ وجه نگاه بالا به پایین به قهرمان داشته باشید. هیچ کس از این مدل راهنما خوشش نمیاد و باهاش ارتباط نمیگیره. اقتدار رو میتونین با نمایش دادن نتایج حاصل شده از صلاحیت و شایستگی خودتون به مخاطب انتقال بدین. مثلا قرار دادن رضایت مشتریان قبلی توی وبسایتتون یا نمایش دادن آمار و ارقام از رشد مشتریانی که از محصول شما استفاده کردن و حتی نمایش دادن دستاوردها و جوایز خودتون از مسابقات و جشنواره‌ها و امثالها. پس بخوام یه جمع‌بندی بکنم، راهنما توی داستان برند شما باید یک کاراکتر مقتدر و همدل با قهرمان یعنی مشتری شما باشه که بدون قرار گرفتن در کانون توجه بهش کمک میکنه و هواشو داره. تو قسمت بعد میریم سراغ شناختن ماژول راهکار، یعنی پیشنهادی که شما به مشتری میدین تا مشکلش رو حل کنه.